انتخاب محصول درست در کمپین. ببین توی کمپینای فروش و حالا یه نکته بیزینسی خیلی مهم بدم، بگیراش میگیرن. دنبال محصولات الکی نرو. ببین اولویت یک بیزنس انتخاب محصوله. یعنی مهم اینه که کی هوشمندانه محصول مورد نیاز بازار رو پیدا میکنه و تو کمپین هم قرار نیست ما جنس موندمون رو بفروشیم. تو کمپین باید جنسی که پرطرفداره رو به در و دیوار بزنیم پیدا کنیم و اونو برای فروش آماده کنیم. کسی که این کارو کنه برنده است. شما تو بازار شب عید اگر تزییناتی فروشی نمیری یه دفعه یه چیز بی ربط به شب عید بزنی، مثلا نمیری خرما نمیاری، میری گلدفیش به قول معروف، یعنی ماهی قرمز میاری، سبزه عید میاری، شمع تزیینی میاری. اولویت کمپینای فروش محصولات پرطرفداره که از شما انرژی و زمان کمتری بگیره. به نظر من انرژی که میخوای بذاری روی وارماپت، روی داستان سرایی، روی متقاعد سازی مخاطب، بذار رو پیدا کردن جنسی که مردم الان نیاز دارن. این تو هر شغلی قابل انجامه. ساخت شمع داری، خب طبیعیه که باید شمع تزیینی مثلا عیدو بیاری تو شب عید بفروشی، اونا رو تولید کنی، آماده کنی و روی اونا حالا بیای داستان سرایی و حالا وارماپ و چیزای کارهای دیگه انجام بدی. تو که نباید بیای شمعایی که رو دستت مونده سالیان سالو بیای تو کمپین بفروشی. نه، توی کمپین جنس خوب بیارید، جنس کم فروشتون رو نچپونید توش و سود حاصله از فروش بالای جنس خوب رو بیای تأمین بدید به ضرر جنسایی که رو دستتون مونده و جنسایی که ضرر مونده رو دستتون خام پولش زیاد شده رو تو روزای عادی تخفیف بزنید، گیفت بدیدشان، یه چه کاری کنید ردش کنید بره. چون جنس موندم سم هر کسب و کاره. تمرکزت بذار برای بالا بردن تعداد فروش جنسای رند بازار مردم دوست دارن که ضرر خواب پولای دیگر رو جبران کنیم. ببین اولویت یه شغل انتخاب محصول درست و گردش فروش بالاست. خیلی از برندهای بزرگ الان تو شرکت ایرانی اینجوری بهت بگم، مثلا کارخونه‌های بزرگ مواد غذایی خط تولید به اجاره میدن، میان بهت میفروشن، میگن اوکی شما به ما محصول بده، مثلا ما خیارشور میزنیم با برند خودت. چرا؟ چون فروش اولویت هر بیزنسه. اونا اگر این کارا رو نکنن، کارخونه های تولید کننده حالا زیر مجموعه برای زیر مجموعه ها نباشن، خط تولیدشون پایین میاد، فروشش، هزینه هاشون ولی ثابت میمونه. به خاطر اینکه اون هزینه رو جبران کنن مجبورن سفارش بگیرن از مثلا رضا فاضلی خیارشور با برندش بزنن. تو کسب و کار ما هم اینه، به هر روشی شد باید بفروشی. مادامی که فروش شما کاهش پیدا کنه، هزینه ها خرخره کسب و کار شما رو میجوان. پس الکی به در و دیوار نزن جنسای مونده خودمو بگیرم به اسم کمپین فروش آخ چون بگیرم بفروشمش بکنمش تو پاچه مردم. نه عزیز من، از این خبرا نیست. تو کمپین فروش جنس خوب باید بیاری. الان من برای دوره انفجار فروش این لانچ اولشه، بالا تو مناسبت‌های بعدی شاید بفروشم بازم، ولی الان دوره‌ای که برای شب عید لانچ کردم انفجار فروش بوده. مردم الان اینو میخوان، الان شما به این نیاز داری. چرا باید الکی لقمه رو اینجوری بخورم وقتی مردم توی شب عید به کمپین فروش نیاز دارن؟ این دوره رو اومدم چیدم، سعی کردم با کیفیت باشه، مطالب مفید، کاربردی. من قطعا مطالبی میگم کاربردیه ولی منظورم اینه سعی کردم انرژی کافی بذارم برای اینکه مطالب خوب بهتون بدم. مردم الان اینو نیاز دارن. کسب و کار الان کمپین شب عید میخوان. شب عید من چی بیام مثلا دوره تیم سازی بفروشم؟ اشتباه محضه. من باید دوره الان انفجار فروش رو میذاشتم، باید دوره کمپین شب عید رو میذاشتم. شما برای شب عید ببین که مردم الان چی نیاز دارن، برو اون محصول رو پیدا کن. توی کویر عزیز من خاک نفروش، آبو پیدا کن. هر چقدر پیدا کردن آب در کویر سخت باشه. اگه میخوای پول خوب در بیاری، ببین الان من بهت بگم کویریم، تو کویر لوتیم، برو 10 تا 20 لیتری آب پیدا کن بیار اینجا بفروش. تو میگی وای من برم الان تا شهر آب بار بزنم، به خر قاطر ببندم بیارمش تو کویر، لیوان یه بار مصرف بگیرم، تازه میخوام لیوانی 10,000 تومان بفروشم، ول کن. آفرین. بیزنس هم همینه. رویا میخوای بخری، اینجا خبری نیست عزیزم. میخوای رویا بخرید، اینجا خبری نیست.
باید آره بری خر رو بار بزنی، قاطر رو بار بزنی، آب بریزی روش 10 تا 20 تا 20 لیتری بزنی رو خرا و قاطرها، بیاری تو کویر لیوانی 10,000 تومان بفروشی که تازه سود کنی. اگه فکر میکنی خاک میشه فروخت تو کویر، هر کی اینو بهت گفت یه دونه بخواب زیر گوشش بگو رضا گفت. تو بیزنس اولویت کار اینه که محصول خوب پیدا کنی. تمام. محصول مورد نیاز 80% راهو میده. 80% راه. من چهارشنبه سوری دارم یه آتیش بازی میام میفروشم. اصلا عروسکا میدونستی من تو چهارشنبه سوری ترفندی میزنم. من میخوام یاد بگیری، میخوام کمپین فروش عید چیه، میخوام همه چیز رو در مورد کمپین فروش و فروش بالا یاد بگیری. من چهارشنبه سوری میدونی چیکار میکنم تو فروشگاهام؟ عروسک و اسباب بازی و اینا رو کم میکنم، جاش آتیش بازی میچینم. یکی از رازهای کمپین فروش محصولات زیاد، تعداد بالا که بچینی، یا پیج اینستاگرام آنلاین هستی، آنلاین شاپی، محصولات زیاد که بچینی نشون بدی با گوشی تو پیجت معجزه میکنه. من میخوام اینا رو یاد بگیری، میخوام این ترفندا رو یاد بگیری. خسیس نیستم در ارائه این تکنیکایی که خودم انجام میدم. خیلی ها میگن تویی که یه روش یاد گرفتی که بتونی به یه درآمدی برسی، خدا رو شکر، دستمون به دهنمون میرسه، خدا رو شکر، برسی که نمیای به بقیه یاد بدی. من به خودم مطمئنم فردا یه چیز جدید یاد میگیرم. من اصلا این واسم چالشه، از ته قلبم هر چی بلدم الان به شما میگم. یک هفته بعد منو ببینی آپدیت شدم. انقدر راههای مختلف رو تست میکنم همیشه. اصلا این خصلت منه، عاشق این خصلتم. همیشه راههای جدید رو تست میکنم ببینم چی داره جواب میده. اگه فروشگاه حضوری دارم، خب الان جنسم و این سری اینجا چیدم، بیام الان یه روز اینجا به این صورت بشینم بیرون فروشگاه یه بنر بزنم از سقفش، بیام با نخ نامرئی یه سری پلاکاردهای کوچیک، این چی بهش میگن، این کاغذهای کوچولو آویزون کنم برای شب عیدم، روش عکس سبزه عید باشه، نوشته باشه تخفیف عیدانه 30 تا از سقف فروشگاه آویزون کنم. مشتری‌ها که میان تو فروشگاه حس خوب میگیرن، میگن اوه این تخفیف درست حسابی داره، اینقدر ارزش گذاشته، پس خرید کنم. لوگو زدن، برند ساختن یکیش اینه. او جلوی مغازش بادکنک‌آرایی کرده، زده تخفیف بزرگ فلان، کلی از سقف کارت آویزونه که عکس سبزه عید داره، تخفیف فوق‌العاده فلان فلان فلان. اینجوری باید فروخت. محصول در اولویته. اینم یاد من چهارشنبه سوری میام آتیش بازی میارم، عروسک نمیارم. الکی گول نخور بیا این خودکار رو به من بفروش. اینا رو ولش کن عزیز من. خودکار میخوای بفروشی، برو جلو مدرسه بفروش. چرا الکی زور میزنی به یه آدمی که خودکار نمیخواد، میخواد کلی انرژی بذاری بفروشی؟ آقا بس این ویدیوی منو پخش کنید تو کل اینستاگرام پخش کنید. چی چرت و پرت میگن؟ اوکی، زمان تو به جای اینکه برای متقاعد سازی، برای فروش یک خودکار به یک آدمی که اونقدرها به خودکار نیاز نداره بذاری، لک پاشو برو جایی که خودکار رو نیاز دارن، حالا اون خودکار رو بار بزن ببر بفروش. اینو از من داشته باشه عزیز من. تمام تلاش تو کن برای پیدا کردن محصول رند بازار. تمام تلاش تو. باگ خیلی از بیزینس هایی که مشاوره میان پیش ما، کوچینگ لوبیا سرامیز میبندن، خیلی از اونایی که از نزدیک دارم میبینم اینه، میگم شما کجا بودید تا حالا؟ چی کار داشتید؟ کی به شما چنین ادوایسی داده که آقا برو به هر قیمتی بفروش؟ نه عزیز من با یه کفش کودک قرار داشتم، گفت مشکلم اینه آقا فاضلی بازار خراب شده فلان کرده. بودم جنساتو ببینم، جنساتو گفتم این چه جنساییه؟ این چه جنساییه؟ الان بچه اینو نمیخواد. الان کتونی فانتزی خوشگلی بیاره که شکلک ازش آویزونه، مثلا بندش شکل پایه یه خرسیه که بالاش میاد روی این کلاهک کفش کله یه خرسیه، چیز فانتزی، اینو بیا ویدیوشو بساز. گفت این جنسا کمه. گفتم بیشتر بگرد، برو بندر، تهران، بانه، این ور اون ور، برو بگرد اینو پیدا کن، راحت دیگه بفروش. زمان تو به جای که برای متقاعدسازی اون بذاری، برای این بذار. برای هر شغلی که هستی، خدمات پوستی که هستی، بیا مانو بده برای کارهای شب عید. ببین تو عید بیزنساتون به چی نیاز دارن مشتریاش، اونو دست و پا بزن پیدا کن. اگر پیدا نکردی، حالا مثلا فکر کن شما یه برندی داری، معمولا اکثر برندها میتونن خودشون رو وقف بدن برای شب عید. مثلا منی که آموزش میفروشم میام این کارو میکنم، چهارشنبه سوری میام اون کارو میکنم، شمعای تزیینی عیدم میارم. میدونی چی میگم؟ این چیزا رو مثلا برای هنری میایم گیفتای شرکت ها رو میاریم، میگیم آقا بیا این پاور بانک رو به عنوان گیفت بده به پرسنل. میدونی چی میگم؟ حرفمو گرفتی؟ همه میتونن اینجوری خودشون رو وقف بدن. منم میتونم بدم، منم میتونم این کارو کنم، همه بیزنس‌ها این کارو میکنم.
ولی اگه شما فکر می‌کنی بیزنست این کارو نمیشه کرد، اشکال نداره، برو محصول خوبو پیدا کن، اونو برای کمپین آماده کن. اینجوری خیلی راحت‌تر میفروشی. نیاز نیست زیاد زور بزنی، دست و پا بزنی، وای من چقدر سخته نمیشه فروخت و از این حرفا. سلیقه مشتری چیه؟ ببین مثلا مانتو میفروشی، الان برای عید بیا بگو مانتو بهاره، آقا مانتوهای بهاره فلان از الان خرید کن، یه کمپین داریم، چون همه نیاز دارن مانتوهای زمستونشو بذارن کنار، مانتوی بهاره بخرن تو لباسای مختلف یا هر چیز دیگه ای. یه مثال میخوام بزنم قضیه رو بگیری. بیا مانتوهای بهاره رو مانو بده، بگو کمپین فروش مانتوهای بهاره تو رنگبندی مختلف فلان فلان، که در ادامه توضیح میدم حالا چجوری این سناریو رو اجرا کنید. محصول رو اینجوری انتخاب کن. و یه چیز دیگه اینه که شما میخوای ببینی تو شغل چی الان داره سرچ میشه. من قبلا این پست کوتاه تو پیجم گذاشتم، باید بری تو گوگل ترندز فارسی سرچ کنی. گوگل ترندز اصلا برو تو گوگل بنویس گوگل ترند رو که بزنی میاره مثلا یه صفحه رو باز میکنه، بالا میتونی چیزی که توی شغلت هست و بنویسی، ببینیم مردم توی اون رسته شغلی چی رو دارن سرچ میکنن. حالا اومدم من توضیح دادم که مثلا بنویس عروسک، بازه زمانیشو بکن یه هفته قبل، مثلا 1 اسفند به عنوان مثال، مثلا 1 اسفند بزن از 25 بهمن تا 1 اسفند مردم توی شغل شما چی رو سرچ کردن، نزدیک عیده و مثلا گوگل سرچ میکنن که محصولاتی که میخوان رو پیدا کنن. شغلتو بالا بنویس، بازه زمانی رو بزن رو 5-6 روز یه هفته و ببین که توی اون یه هفته چی و مردم بیشتر سرچ کردن. اینجوری کمکت میکنه که محصول رند بازار رو پیدا کنی. این یه بس، ولی شما بیشتر از همه میدونی که چه محصولی الان توی شغلت پرطرفداره و اگه بیاری میترکونه. عزیزم 80% انرژی تو بذار برای پیدا کردن محصولی که پرطرفداره، ولا غیر. بقیه چیزا رو کلا ولش کن بره. محصول پرفروش رو پیدا کن، تعداد قابل قبول بیار، حداقل تعدادی که باید بیاری 20 برابر فروش یک روزته، که اگه ریسک پایین آدم کم ریسکی هستی این تعداد بیار، اگه نه تا 60 برابر، 50 برابر، 70 برابر، 100 برابر تعداد عادیت بیار. مثلا اگر یه محصول شما 2 تا دونه میفروشی، خب 200 تا بیار. منظورم اینه اگر همه ی کاری که قراره بگم رو انجام میدی، تو کمپین فروش میتونی اینجوری بفروشی، ولی محصول خوب پیدا کن. مثلا چجوری بهتون بگم، ما مشتری داشتیم اومد چیکار کرد، محصولی که میخواست بیاره شیور بدن بوده. شیور بدن تازه داره ترند میشه و توی اون شغل میتونه پروموتش اینجوری باشه که این محصول پرطرفداریه. یعنی چی؟ محصولیه که مردم آدمای زیادی استفاده میکنن. محصولی که آدمای زیادی تو بازه زمانی مشخصی استفاده میکنن یعنی پرطرفدار. گفتم اون شیور بدن رو بیار و تمام محتوا و تبلیغاتت بر اساس اون باشه. بگو آقا برای عید دیگه ژیلت نخر فلان نخر، برای یه ماشین ریش تراشیه که برای بدن استفاده میشه. برو رو اون مانور سنگین بده، اینجوری میتونی خوب بفروشی. تموم شد و رفت. پس محصول پرطرفدار انتخاب کن. اگر آموزش داری یا خدمات هم داری متناسب با شب عید یا حالا مناسبت‌های دیگه حتی انتخاب بکن. مثلا کارواشداری صفرشویی رو بیا تبلیغ کن. بگو آقا شب عید صفرشویی تخفیف گذاشتیم، لکه‌گیری، پلیش، سرامیک بدنه، هر چیزی. میتونی به بهونه اینکه بهار سال جدیده، سال نو میشه، بیا ماشین تو هم تر و تمیز کن، سرامیک کن. منظورم اینه هر شغلی داری میتونی یه جور ربطش بدی.